عزیزبek جورایف هستی؟ زنی دویم شدم نازن سازن نه بیو برزن بگی اوخه عجب بله که تو ازم بپیم او دختری خوشکدگی تو باید رحیم پروداکشن. سلام عرض میکنم با کلی تماشاگران سامانه رحیم پروداکشن و با کلی اون نفرانی که این لحظه برنامه سیبای نگفته ما را همراه مادر عزیز یعنی مادر گلبانو تماشا دارد. وقت شما داشته جان با برنامه ما میناداری خود را با اون نفرانی که این لحظه ما را تماشا دارد بیان میکردید. حضور رحمت کلام که مرا برای برنامه‌تون دعوت کردین رحمت کلام مینادور و مادر عزیز مادر مهربان در کلیپ ها نقش آفریدگی یعنی که رو پایروی کامera یکم باره که صحبت اوضاع میگذاریم بله چطور بگذاریم به قسمتی سوال جواب تو رسید چطور شما در حقیقتا مادر عزیزبek جورایف هستید چون که در هر یک کلیپ هایی که همراه عزیزبek نقش می‌آفرید شما رولی مادر اون شخص بزرگ بازی می‌کنید خیلی رول مادر مخت مادر که هستم و همچون فرزند خود عزیزبek جورایف بهادر جورایف مثال این مدینه دولت و من در رول مادر بازی کردگیم من همچون فرزند همورا فرزند خود میدونم ده من چیزی رو باشم لیک در اصل مادر اساسی کدام صنعتکار هستید؟ من مادر سیفالله عزیز جان قمر جان یعنی مادر اصلی قمر جان یعنی اکای عزیز می باشه عزیز جان باشه در جان سوال دیگر با شما چنین داده می شود که در عائله شما چند نفر هستید یعنی فرزندان شما در عائله من خودم مادر تنهایم قمر جان هستند با یک دختر شدو نصیبه خیلی مادر تنها با تنهایی کلام کردم پس برای شما در جا گفتن که با تنهایی فرزندانم رو کلام کردم چی با ستون خاندان نام نگرفتید؟ برای که خیانت کرد دیگر من واسه گپ نبخشیدم شما چند ساله بودین؟ در چند سالگی زندگی شما این کار رخ داد؟ 27 سالگی در 27 سالگی زندگی دارید یا در 27 سالگی شما این کار شد؟ در 27 سالگی همین کار رخ دادن عزیز جان و خواهر مهربان و شش محبت فرزند یکم شما باشه در این شما جدا شدین دیگر شما عائله دار نشدین دیگر بعد عائله دار شدم شوهر کردم زنی دویم شدم همین دخترچه من نصیبه را تولد کردم خیلی بعد همین پروردگار خیلی بندگی کرد شوهر دویم شما ایدونه گذاشتن مثال برای شما چون خیلی نبود که عزیز جان مثال به شوهر زندگی را در یک محیطی که برای زن به نهایت خیلی کار کردن فعالیت کردن خیلی نبود برای شما چون شما زندگی خود رو چکل پیش می‌بردید مثلا یگان چیز می‌طلبیدین یگان کس کمک می‌کرد کی دستگیری می‌کرد شکر خداوند طلب میکنم بعد که هم شوهر خیانت کرد خیلی فرزند من 6 ماهگی خودم کلام کردم این شوهر دیگر هم خیاردم کرد چی کرد که امر خداوند طلب که بندگی کرد رفت بعد ایوای عذابو کشیدم مشقتو کشیدم که مثال من فرزندم با رویا برسونم بگذار در جای جمعیتی حرکت کردم که جای جمعیتی در باشن سر بلند باشن هم آرزو حواسم بود که یک آرزوی رای داشتم که همین فرزندم عزیز جان دختر شوهر یعنی میخواستم که دختر شوهر هم خیلی خواندم که بهای 5 خطی بود علا خان بود دیگر خیلی بعد همین کسب اکتیوری را خودش بیبود کرد و چجا من کسب بیبر میکنم پیش علومدین دوای میکنم خیلی اختیارتان میدونیم خیلی عذاب مشقتای بسیار کشیدم قاشچین بدم که روز ما با قاشچینی میگذارم هر سوال خوش میچیندم رو میچیندم باشه جان هزار رحمت کلام بهترین سوال ما رو پاسخ گردوندین شما که عزیز جان بابایا رسوندین میخواستین که طبیب شود لیک برعکس انتخاب یه جدای صنعت چید مثال خیلی خدمات توفیقش بتا بهترین مثال هرچند که اگر با 100% با قلای بلند صنعت نرسیده باشه 50-60% شیده مردم میشناسن قدر میکنن شکرانه خداوند میکنم شما چجون یکم بار فکر میکنید که فرزندی منم خیلی فرزندی بزرگ میشود در عالم جدا واقعا میدونستم
مثال وقتی که بعد از اون که قمرجان یعنی اکا عزیزجان در راه رو میشناسن وقتی که شما را اون نام میگیرن که همسایه یا نزدیکان که اینا مادر قمر یا مادر فلانه او چه عزیز بگ میگن بسیارتر کلیپای عزیز بگ نمیبینن و چه عزیز بگ میگن یعنی بسیارتر شما را و چه عزیز بگ میگن ها چه عزیز بگ میگن خیلی من فخر میکنم که هم خیلی فرزندی چی کلام کردم یکون تصمیم گرفتن که در یکون کلیپی فرزند خود اشتراک کنید نصیب انشالله آلم یاد دارم آینده نصیب انشالله فرزند شما در این سن سالی که باید حاضر شما را بخونه پشونه همین وظیفه را اجرا کرده سایی؟ خیلی شکر خداوند مقصد ای گپ شما سرکشی نمیکنه چی گپ بگوی با گپ شما میکنه؟ میکنه چی نمیکنه بچه یکل یگونه چی نمیکنه وقتی که عزیز مرا گفت که ما مکتب میانا میخوندم سوال دادم که مادر چیه پدر چیه برای مادر سوالی خوب جواب داد که مقصد همه چیز لیک برای پدر حتی من مهر پدر دیگه نیست من میدونم پدر کیه من پدر هست لیک نمیدونم لیک اوشجان برای شما وزن نبود که وقتی که در مکتب مثال عزیز فرار میکردن که باید پدرش بیا یا فلان بیا برای شما کی نبود که همه برداشت و پستی و بلندی و زندگی در شما بود در قدر راه رو نمیگفتن که مثال این زنک فلان او بهمدان و پدر نداره همین خیلی گپا تنها نمیشنوده نه مکتب میبردم با سربلند بودم میبردم علاخان بود آخه تربیت خوب داده بودم علاخان بود میگفتن اوچه از جان تو مدرس نیو ما ایو بچه تو شکایت نداره میگفتن رحمت میگفتن و در یک هفته یک بار اقل میرفتم کافای پرده نمیشتم برای از اینجا نظارت میکردم کوچکل میخونم به غز ای خونم از حقا بودم میقفیدم بعد میگفتن اوچه از اینجا تو نیو مدرس دانه ما ایتا می نداریم اولی کلیپ شما نقش آفرینی کدوم کلیپه؟ کم بغلی نه و کینوی پشیمونی فرزند پشیمونی فرزند نه؟ لیک او کینو برای شما رزولتاتی خوب داد یا نه؟ من هم کینو را نگاه کردم دلشاد کمی را چقدر مدینه اومده دیدک هم کینو را باور نکردم گفتم همین شمایین که هو تری مانندی ندادستی میگم بعد اونجا گردیم کدگی بودن پشیمونی فرزند همون را نگاه کرد مدینه قطعی دلشاد بعد بلا کلیپی کم بغلی در بردن خیلی زندگی خودم چیزی خودم با خیلی رفتی نقل کرده رفتم بعد گریه کرده رفتم گفت بازی همین کلیپ رفته استه گفت همین کم بغلی های گفتردم خیلی گم زدم بعد گفتم خیلی گم نیست شما در کجای زندگی آچه جان گریه کردید؟ کدام ما وای مقصد زندگی پیش روی شما اومد که شما گریه کردید؟ خیلی در زندگی ویرون شد مثل فرزندم ما به تا کلام کردم میگم که از دو مشقت‌های بسیار کشیدگیم در دلم بسیار علمو دارم پدرم موندگه مادرم موندگه فرزندای پدرم موندگه خیلی زندگی خیلی پیش میارم یعنی امید شما نه دو فرزند نوزایی نه؟ من برای دو فرزندم زندگی نباشه ممکن بین عزیزیان و خواهر مهربان شما مثال پدر یک نیستن یکون مناقشه نمیشه؟ نه حرمت عزت خوبه؟ مهربانم خیلی خداوند ایدا مهربان باشه اینا باشه جان عزیز ما صحبت رو همراه مادر عزیز بیگ جورایف مادر عزیزیان مادر بهادر جورایف مادر اپای مدینه که همین صنعتکارایی که رول مادر رو بازی میکنه ما فکر میکنم مادر همه را فرزند خود میدونه چون که مادر بسیار پستی زندگی در بلندی زندگی دیدگی باوری کامل دارم که برنامه ما با شما معقول شد هرچند که اگر سوالی بسیار هم جالب دادن نتونستیم چون که ما یکم بار همراه مادر رو پروژیدیم بسیار چیزا را نمیدونیم و باوری کامل دارم که بسیار چیزا را عزیز بگیریم با یک برنامه دیگر میکنیم همراه مادر و بهترین سوال را بر ما پاسخ دادن. در آخر برنامه یک دعای یک برنامه کلی نفرانی که ما را تماشا کرده یک دعای مادرانه یک دعای شیرین بده. آمین. آمین. خداوند هر یک بنده را به مراد مقصدش برساند. همین ماه شریف رمضان خداوند انصاف توفیق ایمان دنیا را تنجی امانه کنه خداوند. کسلا را شفای کامل بده جناب مولا پروردگار سربلند دشمنان شکر کنه خداوند مهربان کسی چی آرزوی داره در ماه پاک در ماه بخشنده و مراد مقصدش خداوند تو برساند با هم مرکز سرجم و در توی ما عزیزان رقص و بازی کنیم ان شاء الله خدا نگهبان دوستان عزیز دستگیر رو فراموش نکنیم خیر تو برنامه میان